پیام مردم وطن دوست به خلق تاجیکستان. یک ماه این طرف فقط از مرگ و انتحار و گریه و ناله مردم سرزمین خود گفتیم. آخر مردم از شنیدن این همه خبرهای بد و تکان دهنده خسته شده. حتی روان بسیاری ها آسیب دیده. روان مادری که فرزندش برای تحصیل برآمده، از زنی که شوهرش برای دریافت لقمه نان از خانه بیرون رفته، از خواهری که دادر کوچکش برای بازی به کوچه برآمده، از معلمی که برای تعلیم پا به سیف گذاشته و از کارمندی که برای ادای وظیفه رفته و می رود. همه این لحظه ها برای مرگ لحظه شماری می کنند. گفتید نسبت تقدیر خلق بی‌پروایند. چاره های پیشگیری جانگیری. شهر و کوچه ها را هر روز دیزینفکسیا می کنند. اما باز به تهلکه افتادید. این همه بیگب نیست. وگرنه چاره های پیشگیری چرا؟ با پافشاری حرف و صدای نو در آوردید. چرا تعطیل دادند؟ زیرا بچه ها گپ ما را گوش نمی دهند و روزی دراز در کوچه اند. از هر گوشه سر و سودای آوازه های بردروغ، مرگ و میری پر اسرار که کس شاهدی بیواسطه اش نبود. ایده سخت میخواستید که همین بیماری در ما باشد. پیوسته با هر بهانه از وجود داشتن این ویروس موادها به طعم میرسانید. خوب به مقصد رسیدید. اینک شماره بیماران را هر روز بشمارید. باز چه بهانه ای نو؟ گفتید حکومت کمک نمی کند، در حالی که از رئیس جمهور تا معلم مکتب معاش سالانه اش را به خاطر سالمی مردم بخشیده. گفتید حکومت نظارت نمی کند، در حالی که هر روز هر ساعت می بینید که تلاش دارد تا مردم آرام و آسوده باشند. ولی باز صدقاً می خواهید از هزار دروغتان یکی اش راست براید. اما چرا هدفتان مرگ ملت است؟ چرا در غم مردم خنده می کنید؟ چرا بر زخم مردم نمک می پاشید؟ نیت خوب هم چیزی در کاری است. نیک باید گفت، بد که گفتی بد خواهد شد. گمان کردید که محترم ویروس لعنتی با جمال ما فرشته ها که دیده و دانسته نرخ خوراک مورد اول را در ماه شریف رمضان به آسمان برداشتیم نظر نمی کند؟ گمان کردید نفرت و فحش و محل پرستی که در وجودمان پرورش کردیم بی جواب می ماند؟ نه، غلط کردید. هر سوال جوابی دارد. اگر از چشم قانون و دولت دور ماندید خدا می بیند. ایده دیگر پافشاری داشتید که این گونه بیماری در ما وجود ندارد. با سیاست و با بازی های دولت های ابرقدرت ربطش دادید. این عقیده بر صلاح کار بود، چون ما مردمی تبر مسلمان را کمی از تهلکه باز می داشت. اکنون دیگر این ویروس در ما هست. بازی است، سیاست است. این که هست که هست. دیگر سنگ زدن و سخت گفتن را، بر روح و روان مردم بازی کردن را بس کنید. هرچی در قسمت و تقدیر هست خواهیم دید. از ما حکومت چی خواست؟ هرچی در خیر و ثواب ما بود همان را کرده و می کند. تنها ما را لازم است که یک مدتی کوتاه به قاعده های تازگی رعایت نماییم. فاصله را میان هم نگاه داریم. از آغوش و دست فشاری صرف نظر کنیم. در کنار مردم، در کنار حکومت راست باشیم. حرف آخر، این لحظه های حساس برای حکومت هم آسان نیست. پیش از آن که تیبانه را به تن کسی می خلانیم باید یک سوزن کوچک را در تن خیش تجربه کنیم. یک بار بیاندیشید 4 فرزند خود را تربیت کردن دشوارتان می افتد. به درد و غم مردم شریک بودن و قهر و ناز 9 میلیون اهالی را کشیدن کار سهل و آسان نیست. حرف زدن و سنگ انداختن خیلی راحت و آسان است، ولی ساختن و بنیاد کردن کار است مشکل. روزگاران خوب در پیش است، همش می گذرد. باور داشته باشید.